همه‌ساله با فرا رسیدن سال نو میلادی صدای گوشخراش و ناآرام کننده موادهای پیراتکنیکی شنیده می شود. کارمندان مقامات میلیسیا جهت تامین آرامی و بی‌خطری شهروندان در آستانه تجلیل سال نو میلادی با مقصد پیشگیری معاملات مواد پیراتکنیکی تمام چاره‌های ضروری را راه‌اندازی می‌نمایند. از جمله در نتیجه پیشبرد یک قطار چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی دوی در ناحیه سینا 2 نفر برای معاملات غیر قانونی مواد پیراتکنیکی دستگیر کرده شدند. اینها شهروندان کثیروف محمد نعمتویچ سال تولدش 2002 استقامت کننده شهر دوشنبه ناحیه سینا و نباتوف مهراب سال تولدش 2001 استقامت کننده ناحیه فردوسی شهر دوشنبه می باشند. بعد از دستگیر کردن از نامبردگان در مجموع 18152 موادهای پیراتکنیکی نو ترینیا دریافت و مصادره کرده شدند. این زمان نسبت نامبردگان طبق طلبات ماده 199 علاوه یک کد جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات جریان دارد. وابسته به این ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه از کل شهروندان مخصوصا نورسان احترامانه خواهش می نماید که طلبات قانونگذاری را رعایت نموده با عمل و رفتار خود و استفاده غیر قانونی موادهای پیراتکنیکی آرامی شهروندان را در روزهای تجلیل سال نو میلادی خللدار نسازند.